خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل دونیفای. امیدوارم که هر جای این سرزمین هستین حالتون خوب باشه. خب امروز قراره که من با یه سری از دوستان برم پیکنیک. اول قرار بود که بریم عکاسی کنیم و بعد یهو تصمیم گرفتیم که با بچهای سینما بریم پیکنیک. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. چرا؟ چون که یکی از بازی‌های محلی شهرستانشون رو برامون آورد و خیلی بازی بالی بود بچه‌ها و میتونید استفادهش کنید، با فامیل بازی کنید این بازی رو. الانم که نزدیک یلداییم دیگه، مطمئن باشید که میتونید حالا با بچهای فامیل یا دوستاتون این بازی رو تست کنید. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید چون که این بازی رو انجام دادیم و در باشم ببینیدش دیگه. خلاصه بزنید بریم. چیه؟ کوچولو برش تو سریع صبحانه کنم بیار مرجا درستش در جنگل‌های آمازون موجود ناشناخته‌ای پیدا کردیم به نام دنیا. در حال عکاسی پوزیشن‌های متفاوت عکاسی از جون مایه میذاره. با چیپستون تنها. مرسی. نه من با یه میمون درختی اینجا. میمون سفید؟ بیشتر نمیخواد برداری؟ آره گفتم با یه میمون درختی هم بعد تاکید کرد که سفیده. آره سیاه نیستم باشم منو با سیاه فکر نکن. بابا من به این پنبه ای من نمیفهم سیاه عشق در من چرا دستم تو دور میده در رو اصلا باز نکن. آفرین. در رو اصلا باز نکن. اصلا مثل این در نزده در میره. پر میزنه. میدونی در نزده پر میزنه. من موندم که چرا بچه‌ها خودشون رو دارن دیس میکنن واقعا. اوکی. چه خانم داوه، چقدر اسمای زیبایی. ما شکلات نداره. سوراخ دهان من نمیگیری. چقدر ناز و خندش. میش میدم کی دار میگه آخه صدا دومی ما هم
ریتی چیزی هم سارا ببین مگه عکسش نیستی؟ خوبه. سارا مگه نیستی؟ خیلی نازی تو آخه من چجوری باور کنم انقدر نازی تو دماغم لطفا نگم من واسه فکر کنم شما باشید دست کنه. چای آوردنی؟ نه برای شما نیست. نه قرار بود بیاریم بریم دیگه. ما اکیپی تا خودمون هم دیگه رو داریم واقعا نیازی نداریم یکی دیگه بیاد هیترمون بشه به خدا. یه سال 96 ها دقیقا قبل از هر چیزی بگم اینو بهتون که این بازی اصلیه نیست ها. بخشی از بازی روزمون بود. یه توضیح هم بخوام درباره بازی بهتون بدم. اسم بازی جنگل مخوف بود. این بازی شامل چند تا کارت بود که باید با یه سریاشون کمبو میساختیم برای امتیاز و بردن و یه سریا بازش گرفتن بازی میشد که چالش‌ها و هیجانای بالایی داشت. خلاصا بهتون بگم که تا میتونستیم به هم دیگه فوش دادیم. متاسفانه به خاطر کپی رایت مجبور شدم که صدای ولاگو بردارم، یعنی صدای اصلی رو بردارم. پس بیاین یه دن خودم براتون بخونم. تشتری دیدین ماشاءالله، تشتری دیدین ماشاءالله. بیا بستن. خب دیگه بس. بریم ادامه ویدیو. جاتون خالی. یک بوی خوبی میداد که نگم. که مثلا میتون 2 تا ساندویچ دیگه وعده بخوره. ساندویچ هر چقدر بزرگ باشه فرق نمیکنه. آره حتما آپشن هاش نه فرق میکنه. بله بچه یعنی ما هر بحث و صحبتی که می‌کردیم تهش به یه جایی میرسید که فقط باید سانسور میشد. فقط ها نمیشد هیچ کارش کرد. فقط باید سانسور میشد. و این قسمت هم دقیقا همون قسمته. نمیشد هیچ کارش کرد. به نظرتون قبلش چی میگفتیم که به این رسیدیم؟ تو کامنت ها بهم بگید. خوشنا بیا آفتاب دیدی وقتی دختر آفتاب میبینن بیا حسن بچه‌ها توضیح بده نگاه چه آفتاب خوش. بیا وسط. حالا یه غیر راست یه غیر چپ، یه غیر این ور یه غیر اون ور. با برگ بازی میکنیم، کلاهمون رو درست میکنیم، دنبال آفتاب میگردیم. چرا دارم حرف میزنم؟ به خدا چرا؟ یه جام حرکات کوبشی در میاد. من خودم میتونم من نخودو باشه. نمیدونم نخودو باشه. میرسیم به باحال‌ترین و خفن‌ترین بازی که من یکی تو عمرم تا به حال انجام دادم.
اسم این بازی چیه بچه ها؟ بازی روبیتیو، یکی از بازی های محلی یکی از دوستامون بود که به نظرم خیلی جالب بود. اگر که شما هم شب یلدا با خانواده دور هم جمع میشید حتما تستش کنید، قول میدم بهتون خیلی حال میده. خب روبیتیو حالا چجوریه بچه؟ این بازی نیاز داره که شما به 2 گروه تقسیم بشین به هر تعدادی که میخواید یا هستید. ما اینجور بودیم که 7 نفر بودیم، 3 نفر توی گروه، 3 نفر توی گروه دیگه. اون وسط یه نخودو میشد. نمیدونم میدونید نخودو چیه یا نه، ولی فکر میکنم میدونید، چون وقتی وسطی بازی میکردیم تو بچگی یه نخودو بود همیشه. خب حالا اینجوره که شما باید نسبت به عرض زمینتون رو هم تقسیم بندی کنید و شروع کنید به بازی کردن و به ازای هر یک شخص یه جای استراحت باید بذارید. حالا چجوری اگه بخوام دقیق تر بهتون توضیح بدم که بفهمید، اینجوره که اون 2 گروه، یه گروهش دفاع میکنه و یه گروهش حمله میکنه. نکنید ما 7 نفر بودیم و اینجور بود که 7 جای خالی هم داشتیم. من حالا عکسش هم براتون میذارم. 7 جای خالی داشتیم. توی این 7 یکی در میون کسایی که باید مدافع باشن قرار میگرفتن. بعد از اون حالا باید تیمی که باید حمله کنه از نقطه شروع تا نقطه پایان بدونی که اون مدافع ها دستشون بهشون بخوره رد بشن و به اون محل سیفشون برسن دیگه. و اینجوری این بازی ادامه داره تا نجات پیدا کنید دیگه، تا یعنی برنده بشید. اینجوری که مثلا ما 7 نفر بودیم، 7 جا قرار گرفته بودیم، بین این 7 جا هم 3 جا مدافع قرار داشت و ما باید رد می شدیم. اگر که دست مدافع به ما میخورد ما میباختیم دیگه، از دور خارج می شدیم تا دور بعدی. اگر که تیم ما رد می شد برنده بودیم، ولی اگر رد نمی شد میباختیم. اینم از این. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.